قرار شد به مدت 10 روز 10 تا شعر از خانم آلدا مرینی براتون بخونم. امروز روز 4. دیروز درد را شناختم، غافل از اینکه چهره‌ای خونین دارد و لبی از آهن سخت، مطلقاً بی هیچ چشم اندازی. درد بی فرداست، پوزه اسبی است تیزگام که راه را بر تازش خیش می‌بندد. اما من دیروز فرو افتادم و لبانم بسته شد و ترس زوزه کشان به سینه‌ام راه یافت و فواره ها از شکفتن باز ایستادند. آب لطیف فواره ها، دریایی از درد بیش نبود که من خواب آلوده در آن غوطه ور بودم و در آن حال نیز ترسان از فرشتگان جاودان. آخر اگر چنین شیرین و پای دارند، چرا سکونشان مرا می هراساند؟